در سوره فصیلت آیت 26 بینین برادر عزیز. میگه ابو جهل حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ حکم برآورد که در کجایی که میبینین قرآن خوانده سن گوش نکنین. مقصد به همه همون آدمایی که در مکه زندگی میکردن این فرمان صادر کرد. لیکن میگه شب گذشت، میگه او با پیش یک خانه ای که در اون داخل خانه قرآن میخوندن. میگه آمد نزد همون گویم که تریزه ده او گوش ماند و قرآن گوش کرد. این زمان میگه یک نفری میگه همون مجلس ده که ابو جهل مردم از قرآن گوش کردن من کرده بود، این مرد هم اشتراک هایی بود. آمد و گفت ابو جهل آخی ما را من کردی قرآن گوش نکن؟ گفت خودت گوش کردی سایو؟ گفت شطوری صفحه را دیدی؟ گفت ندیدم. گفت ندیده باشی بیس گوش کن. میگه بعد گوش کردین شم. یک نفر دیگر هم میگه آمد، اونش هم همین گپ زد. ابو جهل وای هم همچنان تاکید کرد گفت گوش کنید. لیکن گفت شب دیگر گفت مقصد نبینم تا که در یگان جا قرآن گوش کنید. میگه شب دیگر ابو جهل الکی قرآن بسیار یک شیرینی داره برادر عزیز. میگه وقتی که شب دیگر شد میگه آمد، میگه باز همون از تریزه و گوش کرد. با همون نفرها آمدن. بعدن میگه ابو جهل گفت راستی گفت من میدانم که همین قرآن کلام الله هست. میدانم که این کلام محمد نیست. میدانم که محمد پیغمبر است. لیکن چیکار کنم؟ برادرها بینید، لیکن چیکار کنم که من سردار قریشم؟ من چیکار کنم که من رئیس قریشی هایم؟ من چیکار کنم که من با آبرو دارم، با پول داریم، با نسب داریم، در بین این مردم معروف و مشهورم؟ هیچ گفت مقصد نمیخواهم که بر یک یتیم، یعنی بر محمدی که این قرآن نازل شده است، من رفته سری زانو زنم و من ایمان بیارم و یا قرآن از پیش این یتیم مقصد من دست بگیرم. برادر این غرور بود، این تکبری بود که ابو جهل نگذاشت که مقصد در زمانی که یک پیغمبر نازنینه که او را دستش آدمی میداشتگی، ولی حدیث داریم که اگر کدام عضو پیغمبر در کجای تو رسیده باشد همون موضع را آتش جهنم نمی سوزاند. یک پیغمبر نازنین در پیشت باشد و ولی از حساب تکبریت تو مقصد نرای، در او بیعت نکنی، تو در او مقصد تسلیم نشوی، تو در او مقصد همچو پیش او رفته و کلمه لا اله الا الله را نگوی، این سبب غرورش بود. رامی حضرت مولانا رومی می گفت که رسول را استونی حنانه بشناخت. پیغمبر یک کنده خیرمایی که در بالاش موعظه میکرد، حضرت در منبر نو ساختن، وقتی کنده را ترک کرد، کنده رنگی کودک واری گریه کرد که پیغمبر از من جدا شد. میگه یک کنده پیغمبر شناخت، رسول را استونی حنانه بشناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. لیکن ابو جهل آدم بود ولی در برابر پیغمبر چیکار کرد؟ غرور داشت، کیبر داشت. بین پیغمبر اعتراف نکرد، پیغمبر نشناخت، ولی حالش چی شد؟ بین در جنگ بدر کشته شد و جهنم عذاب الهی تا زمانی که دوزخ هست برادر عزیز وای این عذاب میچشه. اگر چند امکانیت بود ولی کبر و غرورش نگذاشتش برادر عزیز که وای چیکار کنند؟ وای مقصد ایمان بیارن. یک حکایه را از شیخ سعدی میخوانم و انشاءالله با همین اکتفا میکنیم. شیخ سعدی یک حکایه میارد، میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت از گرد راه و رنج رکاب، گفت با پرده از طریق عتاب. اکی تمثیل یا مثال میزنه، میگه همین بیرق با پرده،
پرده‌ای که در خانه‌مون داریم بیرق به هممون معلوم. میگه هر دمینا با یکدیگر در بحث شدن، در جنگ خیستن. چی گفتن؟ من و تو هر دو حاجت آشانیم، بنده بارگاهی سلطانیم. من ز خدمت دم نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. میگه بیرق طرف پرده گفت تو هم خدمتگار همین مردمی، منم خدمتگارم، لیکن این قدر رنج، این قدر عذابی که من دارم، این مشکلاتی که من میکشم، مقصد توی مشکلات نداری، تو را راحت بسیاره. تو نه رنج آزموده ای، نه حصار، نه بیابان باد و گرد و غبار. کدام من به سعی بیشتر است، قدم من به سعی بیشتر است، پس چرا عزتی تو بیشتر است؟ گفت آخی بیابان من میرم، هر یک جنگ جدالی که میشود در دستی تمام همون گویم اسکرها منم، تمام جهاد مقصد من اشتراک میکنم. چرا که من رنجم بسیاره لیکن من راحت ندارم. تو هیچ رنج نداری ولی اینقدر عزت داری، اینقدر احترام داری. دیدین که چقدر پرده احترام و عزت داره. تو بیرق میگشت، تو نزد بندگانی ماهرویی، با کنیزانی یاسمنبویی. من فتاده به دست شاگردان، با سفر پایبند و سرگردان. اینقدر نوازش داری تو پرده، اینقدر احترام داری، اینقدر راستت میکنن، اینقدر مقصد نگاهت میکنن، لیکن من اینقدر عذاب و اذیت دارم. برای چی باشد؟ برادر از پرده به او چی جواب داد؟ گفت من سر بر آستان دارم، نه چو تو سر بر آسمان دارم. هر کی بیهوده گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد. شما دیدین برادرها پرده همه وقت زیباگیش در قسم پایانه، در قسم بالاش زیباگی که در پایان داره در بالا نداره. گفت من به خاطر آنه که دیدین که همیشه سر بر آستان دارم، دایم سرم در پایانه، نه چو تو سر بر آستان دارم. رنگی توی طریق بلند، گردنم ای همه بلند نیست. زین لحاظ گفت کسی رنگی تو گردنش بلند کرد، انمی رنگی تو خار میشوه و ذلیل میشوه و ناتوان میشوه. برای همین برادران عزیز و گرامی، از این حدیثی که شیخ سعدی آورده است، ایضا عبدالله ابن عباس که ابن ماجه میاره، میگه الله مهربان چی گفته است؟ الکبریاء ردایی والعظمت ازاری، فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار. خداوند گفته است که زیب مثال گردن بلندی، زیب همت بلندی، زیب همه اینها الله گفت من دارم. یعنی عظمت و بزرگی اینها ایزار و کرتای منند. کسی اگر همین ایزار و کرتای من میپوشد، حتما او را من در آتش جهنم میپردارم. برادران عزیز، انشاءالله از خدا امید است، گمانم همین است که آن چیزی را که من بیان کردم به خاطر خدا بود، به خاطر این بود که بسیاری از برادرای ما که اگر مبتلای این بیماری باشند از این درد بعد خلاص شویم. تا برادرای عزیز حدیثای داریم که پیامبر گفت الا اخبرکم به اهل نار، بگم تان که در همین دنیا دوزخی ها کیان؟ همه حیران شدن، گفتن ما آگاهی پیدا میکنیم حضرت که بدانیم در همین دنیا دوزخی ها کیان؟ حضرت گفت بله، کل عطول جواز مستکبر. پیامبر گفت کسی که اگر دلی سخت دارد، دلی بیرحم دارد، کسی زبانی درشت، زبانی سخت دارد. بین یکم، کسی دلی بیرحم، دلی سخت دارد، کسی زبانی سخت، زبانی درشت دارد. سه، مستکبر، کسی تکبر است. اینها را بدانین که اینها مال جهنمند، اینها مال دوزخند. برادران عزیز و گرامی،
خدای مهربان در کسی این خصلت ها اگر باشد، الله از این بندگانت این خصلت ها را دور گرداند. همون خصلت های زیبایی که در پیامبر نازنین بود، همون رفتارهای زیبایی که در حضرت بود، که خدای مهربان در قرآن ما را تاکید میکند که پیروی از پیامبر نازنین کنین، پیروی از راه پیغمبر کنین. خدا این توفیق بر ما نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. الله رحمت کند عزیزای خدا را. میگه اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو که او هرچند بالا میرود سر بر زمین دارد. میگه اگر میخواهی که شهرت بیاوی، میخواهی عزت بیاوی، ای مجنون بید یاد بگی. نوده شبین اگر نودهش راست کنی، ای چنار دا بلند ای، لیکن نودهش بالا میرود با سر بر زمین دارد، سرکش با پایان میکنه. ببین چقدر مجنون بیده در کجای برای همین درخت میشینونن، در کجای برای در زیرش آدمان نشستگیان، همین درخت دوست میدارن، در پیشش مردم حتی صورت میگیرن. همین برای شهرت یافتن تون میگه همین رفیق بیدی مجنون شو. برای همین خدا رحمت کن جنونی را هم بسیار یک مصرع زیبا دو میگه اصلت از قطرمنی لایق تو نیست منی، از راهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ تو همان جیفه ای، این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطره او میلی به بالا چی کنی؟ تو میگه یک بارک نگاه کن اصلت ای منی ای آبی منی شده، منی چی میکنی؟ ای راهی باول شدی کبر منی ها چی کنی؟ میگه یک بار نگاه که تا ای کدام راه به دنیا آمای، راه های پیدایش تا ببین یا اینکه از چی پیدا شده، همو آب نگاه کن، بعد مقصد میفهمی که تو سزاواری همی دغدغه و دبدبه هستی یا نه. الله عاقبت همه مانا بخیر، ایمانامانا با سلامت نگه دارد و خدای مهربان از آنچه که شنیدیم ما را توفیق عمل کردنش نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.